درود و سلام به یکایک شمایان تماشابینان عزیز گرامی، خوش آمدید به برنامه روزنه فکر. در این برنامه تمام شما و همچنین ما فکر مهمان این برنامه را گوش میکنیم. بعضی حالت ها می شود که تنها خودم صحبت میکنم و فکر ما را گوش میکنید، اما امروز خوشبختانه من مهمان دارم در این برنامه و من و شما از فکر و اندیشه های مهمان برنامه روزنه فکر بهره مند میشویم. تماشابینان عزیز، موضوع امروزه ما درباره نقش دین در جامعه معاصر است. ما اساساً فکر ذکرمون را جانب تاجیکستان می نگرانیم البته، و بیشتر من همصحبتم را وادار به آن می سازم که بیشتر هوشیارش را به جانب تاجیکستان بگرداند و نقش دین در جامعه تاجیکستان معاصر صحبت میکنیم انشاءالله. حالا دو سه جمله. جامعه تاجیکستان جامعه دنیوی است، یعنی از روی قانون جامعه دنیوی است. در جامعه دنیوی نقش دین چگونه خواهد بود؟ من امروز میخواهم از همصحبتم پرسان شوم. تماشابینان عزیز گرامی، ما میبینیم که طول این چند سالها در تاجیکستان کوشش میکنن نقش دین پایین رود، نقش دینداران پایین رود، آبروی حرمت احترام دینداران، خصوصا نمایندگان دین، خصوصا پیشوایان دین، خصوصا آنهایی که با دین سر و کار دارند، دعوتگران دین هستند، علمای دین هستند، در جامعه تاجیکستان کوشش می شود که نقش آنها پایین برود. چرا؟ برای آنکه پرینسیپ جامعه دنیوی همین است. در جامعه دنیوی به قدوسیت راه داده نمی شود، به برتریت راه داده نمی شود و باید جامعه دنیوی، یعنی ضد دینی البته، لیکن قدوسیت را نمی شناسد. برای همین تجمع دینداران را قبول ندارد. برای همین در جامعه دنیوی مسجدها فقط رنگ موزه خدمت میکنند، فقط 4-5 تا همین پیرکی ها در آمده میبرایند، به همین خانه میشود حکومت جامعه دنیوی و نمیخواهد که کودکان از همون خردسالی با روحی دینداری پرورش بیابند، چون که بروند دنیوی شوی جامعه این با تفکر دینداری، با روحی دینداری پرورش یافتن کودکان برای پیشرفت جامعه دنیوی گویا به عقیده و اندیشه شخصانی که میخواهند جامعه دنیوی بسازند خلل میرساند. در جامعه دنیوی دینی ارکه وجود ندارد، یعنی دینی اکثریت وجود ندارد. فرض کردیم در تاجیکستان 97% اهالی کشور را اهل سنت و جماعت تشکیل میکنند و 1% گویا بیدین هستند و 2% دیگر را اقلیت های دینی دیگر تشکیل میکنند و با همین فرض کردیم 97% مسلمانی اهل سنت و جماعت حق و حقوقش در جامعه دنیوی با همین 2% اقلیت ها برابر است. هیچ یگان برتریت ندارد. مثلا در جامعه دنیوی وقتی که به درهای مسجد اعلان زده می شود که در این مسجد عبادت طبق مذهب حنفی گذرانده می شود، همین دیسکریمیناسیون است. یعنی این ممکن نیست، این خلاف قانون است. در جامعه دنیوی حتی یگان مذهب از مذهب دیگر برتریت ندارد. یعنی پرینسیپ دنیویت به همه ادیان، به همه مقدسات به طور برابر نگاه میکند.
همین رو میگویند دنیویت. یعنی در جامعه دنیوی یگان برتریت به یگان کس داده نمی شود. نه، جامعه دنیوی جامعه بدینی نیست، اما جامعه هست که در آن فقط عقل سالم غلبه می کند، علم و دانش غلبه می کند. اگر ما اهل سنت و الجماعت در تاجیکستان ما 97% گویم و به علم دانش رو نبیاریم، میتونند اقلیت ها بر ما حکومت رانند، به علم دانش رو بیاورند، به علم معرفت رو بیاورند، هر وقتا که سخن میکنند با علم دانش سخن کنند، هر وقتا که برخورد میکنند با علم معرفت برخورد کنند و ما فقط آواره حیاهو باشیم و ما آواره این باشیم که داد وای کنیم که دیگران زبانی دراز دارند، دیگران گپ میزنند، ما گپ نمیزنیم و در این حالت میرویم ما دست پیشی بری همین اقلیت ها میشویم. چون که در جامعه دنیوی فقط گپ را علم معرفت میزند، خواه از دین باشد خواه از دنیا باشد. از دین هم با دلیل، با اثبات، طبق فهم اهل زمان معاصر صحبت میکنی، با اهل معاصر هم قدم نفس میکشی، هم قدم فکر رانی میکنی، اندیشه رانی میکنی و این جامعه دنیویت است. اما نتوانستی، این گناه خودت، جرم خودت هست که تو نتوانستی در جامعه دنیوی جای قدم خودت رو دریافت کنی. برای همین حالا من مهمان امروزم را به استودیو وارد میکنم. مهمان امروزه ما استاد دینشناس، عالم دین، نفری که نابسته از جوانیشان خیلی در راه دین، دعوت، در راه مبارزه برای عدالت خیلی جان فدایی ها کردند، رنج ها کشیدند و نو از خردسالی تا به همین روز به خاطر فرا گرفتن علم معرفت همیشه در غربت زیستند. کم بود است که لاله های کوهستان وطن را به مشامشان کشیده باشند. کم وقتها شده است که سر دسترخوان وطن، سر دسترخوان پر از ناز نعمت در وطن نشسته باشند. همیشه در آموزش علم معرفت همیشه در غربت بودند، در سفر بودند، در مهاجرت بودند. جنت الله کامل هستند. برادر جنت الله کامل، خواهش میکنم وارد استودیو شوید تا من شما را بالا کنم. برادر عزیز زنده باشید. خیلی از دیدارتان شاد هستم و افتخار این را هم دارم که چون شما دوستی دارم. زنده باشید برادر عزیز. تشکر زیاد برادر و دوست گرامی شوکت جان، خیلی لطف کردین. البته ما یک طالب علم هستیم، انشالله که در طلب علم باشیم. سلامت. زنده باشید. حالا چنانه که من اعلان کردم، موضوع امروزه ما نقش دین در جامعه معاصر است. حالا پیش از آن که من با شما سوال جواب را سر کنم، کمی میخواستم نظر شما را طول 18 دقیقه تماشابینان ما در این باره بشنوند، بعد از آن سوال جواب کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد، خب با عرض سلام و ادب به برادر عزیز بزرگوار ما شوکت و به همه بینندگان گرامی،
موضوعی که امروز برادر انتخاب کردگان خیلی هم مهم است و آن هم سهم دین در جامعه معاصر. ببینید برادران عزیز گرامی، ما قبل از اونه که در سهم دین وابسته به جهان معاصر یا فعلا در زمانی که ما و شما داریم صحبت کنیم، یک بار بر بگردیم درباره پیدایش دین اسلام. دین اسلام در کدام زمان و در چگونه حالت به وجود آمد. البته همه شما از نگاه تاریخ یا سیرت حیات پیامبر علیه السلام خواندگیت که زمانی که پیامبر علیه السلام مبعوث شد و یا قبل از اون، دنیا و جهان همون روزه خیلی هم در یک حالت بد و وخیم قرار داشت. از نگاه سیاسی، از نگاه اجتماعی، از نگاه اخلاقی، حالت جهان در همون زمان به پایانترین درجه های خودش رسیده بود. از نگاه سیاسی پادشاهان ظلم و ستم میکردند و این حکومت ها وابسته به یک خانواده بود. هیچ قانون و قاعده در اونها وجود نداشت. از نگاه اقتصادی این پول و مال و مبلغ و اینهایی که در همون زمان طلا و نقره به رواج بود، همه در زیر دستی ثروتمندان بود. مردم فقیر از فقیری هلاک میشدند و چیز دسترس نمیکردند. اگر از نگاه اخلاقی باشد یا اجتماعی باشد، هر قدر میتوانی حرف بزن و خیلی هم زیاد است. خب تصور کنید که دزدی، ظلم، ستم، زنا، تجاوز، غارت، یعنی همه کارهای بد در اوج خودش رسیده بود. حتی به حالتهای بود که شخص پدر خودش را به خاطر مادرش به قتل میرساند و زنهای بودند که نکاحهای گوناگون داشتند. خب خلاصه همون جهانی که در این بطلاقی بد اخلاقی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی گرفتار بود، الله متعال حضرت محمد علیه السلام را فرستاد تا با واسطه دین اسلام پیش روی همه این بدی ها، این پایان روی اخلاق و اینها را چیکار کند؟ برهم بدهد. و همون طوری که پیامبر علیه السلام میفرماید انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، به طور اینکه اخلاق را کامل بدهد و بهترین ها را برای انسانیت راهنمایی کند، پیامبر علیه السلام مبعوث شد. و همین بود که با واسطه پیامبر علیه السلام اون زمان جاهلیت، اون زمان جهل و نادانی و ظلم و ستم و تاریکی از بین رفت و برای تمام جهانیان یک دین مقدس، یک قانون و قاعده یا یک سرچشمه آمد که اونها را از این تاریکی ها به روشنایی سوق داد آورد. امروز هم ببینید برادر، حالی شاید ما در سوالی که برادر مطرح میکنه وابسته به تاجیکستان خودمون حرف میزنیم. امروز هم جامعه مدرنی که ما و شما به همین عباره مدرن که زندگی میکنیم با خیلی مشکلات های بزرگ رسیدگی است. با اونه که جامعه ما و شما از نگاه علم، از نگاه تکنولوژی خیلی هم به یک درجه بالا رسیدگی است، اما برای خدمت انسان این علم و تکنولوژی کافی نیست. علم هم میتواند به یک درجه برسد، اما اون اساس انسانیت را نمیتواند برای انسان عطا کند. و همین گونه تکنولوژی و از نگاه سیاسی ببینید که جهان مدرن امروزه ما و شما به کجا رسیدگی است. در یک قطعه زمین یک قوم، یک ملت پره نست می شود، قتل عام می شود، جهان خاموش است. از نگاه اقتصادی ببینید اکثر سرمایه‌داران در دست سهمداران یک کشور یا چند کشور هستند که اونها مال و ملک را، ثروت را در جهان مدرن امروز ما و شما کنترل میکنند. اما از نگاه اخلاقیات و اجتماعیات باشد، ببینید که جامعه‌ای که ما دعوای مدرن و پیشروی اون رو داریم با کجا رسیدگی است. فحش و فاحشگی، دزدی، غارت، خیانت و کارهایی که ضد اخلاقیان به اوج خودش رسیدگی است. پس این جامعه مدرنی که ما دعوا میکنیم که با واسطه علم یا با مدرنیت و با تکنولوژی به درجه بالا رسیدیم، بله رسیدیم، اما همین که دین در این جامعه نقص داشته باشد، وجود نداشته باشد، از جامعه دور شدگی باشد، دیگر این جامعه
پره به پیشروی موافق نمی شود. بله تو در یک جنبه پیشروی داری، اما در ده ها جنبه دیگر جامعه عقب ماندگی شده است. اگر ما از نگاه اخلاقی خیلی هم بسیار جامعه امروزمون بها گذاری بدیم، در خیلی مسائل از همون جامعه جهالتی که قبل از اسلام بود فرقیت زیادی ندارد. البته نه در همه مسائل، بلکه در خیلی از مسائلی که امروز جامعه ما و شما روبرو است. سلام علیکم و رحمت الله. این البته یک مقدمه کوتاه بود. سلامت باشید برادر عزیز. حالا پیش از همه سوال من این است که نظر شما درباره نقش دین در تاجیکستان چی است و شما یعنی دینداری را در جامعه معاصر تاجیکستان چگونه تصور میکنید؟ چگونه باید باشد در تاجیکستان؟ یعنی دینداری، دین داشتن، دیندار بودن، اهل دین بودن در جامعه تاجیکستان چگونه تصور می شود در شما؟ من تصور این را دارم که جامعه تاجیکستان یا مردم تاجیک بدون دینداری امکان پیشروی ندارند. امکانی به همون آزادی رسیدن خودشان را در اونها دیده نمی شود، تا اینه که دینداری از همین نگاهی که انسان باید در اختیار دین خودش یا در دینداریش آزاد باشد متاسفانه در جامعه ما و شما دیده نمی شود. و همین دینداری بود که ملت تاجیک را، فرهنگ تاجیک را، هویت تاجیک را تا به امروز حفظ کرد و آورد رساند. واقعا هم و آن طوری که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان یک نقشه ضد دینی را براه گرفتگی است، این خیلی هم ضرر به بدنه جامعه تاجیکستان دارد. این یک از بین بردن هویت ملت تاجیک را دارد، نه هویت دینیش را، بلکه از همه بزرگ هویت ملیش را. زیرا این 1400 سال محض دین اسلام بود که هویت ملت تاجیک را، فرهنگ ملت تاجیک را، ثقافت ملت تاجیک را و تمدن ملت تاجیک را حفظ کرد و تا به امروز به ما و شما رساند. اما دعوای اینه که حکومت تاجیکستان در زیر نام دنیویت پیش میبرد و دینداری را میخواهد از جامعه تاجیکستان دور کند، این خیلی هم یک وبا است. و در ضمن من میخوام این را قید کنم که حکومت تاجیکستان در مبارزش بر ضد دین نه تنها از علمانیت دنیویت، بلکه ما یک اصطلاح دیگر داریم به نام اللائکیه. لائکیه معنیش همین است که مبارزه با همه ارزش های دینی، مبارزه با همه ظواهر دینی در جامعه است. امروز جامعه تاجیکستان از شخ شدید، قطع شد صدایتان و همچنان سیمایتان شخ شده باقی مانده است. متاسفم. میتوانید اگر صدای مرا میشنوید میتوانید از نو وارد شوید، چون که شخ شده ماندید. دومالا صدای مرا میشنوید؟ حالا من به خودتان نویسم. چه مشکلاتی تکنیکی آمد که برادر دانشمند ما جنت الله کامل شخص شده ماندن، انشاءالله از نو وارد میشوند. همین طور است به نظر اهل دین، به نظر دینداران در تاجیکستان واقعا یک عملهای ضد دینی، خرد کردن دین پیشرفته ایستاده است. بعضی از نمایندگان ادیان دیگر
مذاهب دیگر چنان خرسند هستند که گویا در تاجیکستان دین اسلام را خرد میکنند، خصوصا اهل سنت و جماعت را چیش را پست میکنند و بعضی از نمایندگان ادیان دیگر چنان خرسند هستند که با آنها فرصت داده شده است. اما دوستان عزیز این طور نیست. حالا دوملو گپ زنند بعد باز دوام میدهیم. اما در اصل این طور است که در جامعه دنیوی به همه ادیان بالانس داده می شود. یعنی به یک دین دیگر، یک دین مرده دیگر شانس داده می شود تا اینکه به یک دین زنده در بالانس باشد. اینش رو سرکوب میکند، اینش رو میبرد تا اینکه هر دویش در جامعه دنیوی بالانس بدهد. یعنی به هر دویش هم جامعه دنیوی ارزش قائل نیست، یکی میخواهد در بالانس باشد. دوملو وارد شدید انشاءالله. انا برای همین هم خرسندی آنانی که از پی زنده کردن دینی گم شده، دینی که هیچ چیش نمانده از بجز دو سه سخنهای دیدو، از پی زنده کردن آن میشوند، خرسندیشون دور دوام نمیکنند. وقتی که تا به بالانس رفتند اونها هم سرکوب خواهند شد. چون که همین خیلی است. اصلا جامعه دنیوی ضد دین نیست، اما ضد این است که یکی از دین ها سر به سر با جامعه دنیوی باشد. ضد این است که یکی از دین ها قامتش راست باشد، قامتش بلند باشد، سر به سر با جامعه دنیوی باشد. اهل دنیویت بر این نظرند که انا همین دینداران که مثلا گریم قاطعانه امر میکنند، یعنی حق مطلق، همچون حق مطلق سخن میکنند، همچون حق مطلق گپ میزنند، فکرشون این است که اندیشهشون این است که با همین فکر و اندیشه هایی که گویا حق مطلق همین اهل دین هستند و جز این نیست، پیش راه علم معرفت گرفته می شود. فهم خطای اهل دنیویت نسبت اهل دین در همین جاست. فهم خطای اهل دنیویت نسبت اهل دین، خصوصا نسبت اسلام، دیگر ادیان رو نمیدونم، شاید نسبت دیگر ادیان درست باشد، نسبت دین نصرانی، نسبت دین یهودی، مثلا نسبت بودویسم شاید درست باشد، اما نسبت اسلام این چیز درست نمیگیرد. چون که خود فرمودی اسلام بخوان است، خود فرمایش اسلام بیاموز است. یعنی به نظر من جامعه دنیوی با وجود اسلام پیش می رود. اگر در غرب پیش راه دین را گرفتن، قدسیت دین را پایین فراوردن و دین را از دین جامعه بودن به دین خصوصی تبدیل دادن، یعنی انسان ها یعنی خودشان معین میکنن که در دین باشن یا نه، در نامنویسی یگان کلیسا باشن یا نه. اکثریت از نامنویسی کلیسا خودشان را گرفتن و اکثریت مناسبتشان به دین را به طور خصوصی معین کردن و همین چیز در جامعه اروپا یعنی بالانس داد. همین چیز سبب شد که جامعه اروپا پیش رود. اما با اسلام همین چیز رست نمی بیاید. بگذار در زیر نظارت دولت باشد، دولت دنیوی باشد، یعنی همین روندی دینداری، اما خرد کردن آن، فشار آوردن به آن که تعلیم و تربیه اسلام دیگرگونه است، عقیده اسلام دیگرگونه است و مناسبت مسلمانان طبق عقیده اسلامی با کسانی که به او فشار میبیارند، بالای او مثلا حکمرانی میکنند، او را خرد کردن را حرکت میکنند و تعلیمات اسلامی را میدونید که با این انسان ها چگونه است. اگر در جامعه دنیوی خودش را ضد اسلام قرار دهد، خود دنیویت
به نظر من خود دنیویت چی می شود؟ تنگ می شود. پیش بردن جامعه دنیوی در شریکی با دین مبین اسلام است، خصوصا در جامعه خصوصا مسلمانی در جامعه تاجیکستان. حالا ادامه نظری دنگلا رو گوش میکنیم. بفرمایید. تشکر. فکر میکنم اینترنت من قطع شد. چی شد که انشالله باز وارد شدیم. بسیار خوب. خب وابسته به مسئله دنیویت، من اگر جامعه تاجیکستان در جامعه تاجیکستان دین را چگونه دیدن میخواهید؟ یعنی نقش دین در جامعه حاضره تاجیکستان چگونه باید باشد؟ من فکر میکنم که نقش دین در جامعه تاجیکستان باید فعال باشد. همون طوری که قید کردم، جامعه تاجیکستان مردم سنتی، مردم دیندار است و هیچ امکان ندارد که بدون نقش دین جامعه تاجیکستان پیشروی داشته باشد. و من شخصا همچون یک فردی که در جامعه تاجیکستان به دنیا آمدم، با وای رسیدم، راه حل برای ملت تاجیک، البته این فکر شخصی من است، من راهی دنیویت رو نمیبینم، زیرا با اونه که بعضی ها تصور آن را دارند که نظام دنیویت میتواند در زمان فعلی به جامعه های ما و شما یک خدمت برساند و مثال ها میارند از کشورهای اروپا، از کشور فرانسه و دیگرها که اینها در زیر نظام دنیویت یعنی تونستند که همه دینها را برابر نگاه دارند، با همه اونها حق یکسان بدهند و همین گونه دولت را و مردم را اداره کنند و به پیش بروند. اما مشکلی در اینجا با وجود می آید، زیرا کشورهای غربی مدت یک قرن یا بیشتر نو از تسلط کلیسا خلاص شده بودند، زیرا کلیسا در زمان سابق تسلط مطلق بر مردم اروپا داشت و آنها را از علم و از دانش و از عقل خیلی هم عقب مانده میکرد، پیش راه اونها را میگرفت، یعنی با اونها حتی اجازت نمیداد که در خیلی مسائل ها فکر رانی کنند یا از عقل استفاده برند. اما این قاعده متاسفانه در کشورهای ما و شما یا خوشبختانه عملی نمیشود، زیرا مردم ما و شما مسلمان است و طبیعت دین اسلامی همین است که در آن عقل، علم، تمدن همه اینها وجود دارد و واقعا هم اگر ما میخواهیم ملت تاجیک را با وایه برسانیم، به یک جای برسانیم، همون که هیکل اسماعیل سامانی را در تاجیکستان همچون رمزی ملت و رمزی وطنداری تاجیکان برپا کردگیم. اسماعیل سامانی البته دیندار بود. اسماعیل سامانی با سیاست دینداریش به مردم تاجیک خدمت کرد و مردم تاجیک را به بلندترین درجه ها برده رساند. امروز که حکومت تاجیکستان در کشوری که بیش از 98% آن مسلمان و دیندارند، چگونه می شود بالای این قدر مردم که 98% آن دیندار و مسلمان است تو یک نظام رو بیاری برپا کنی و آن نظام را هم متاسفانه نادرست عملی کنی؟ ای کاش که حکومت تاجیکستان نظام دنیویت را چون کشورهای غربی پیش میبرد و استفاده میبرد. اما همون طوری که بیان کردم، حکومت تاجیکستان از اینه که نظام دنیویت را پایمال کردگی است یک مسئله است، اما بالاتر از آن به نظام اللائکی رسیدگی است و این نظامی هست که در آن نه این که دین را از دولت جدا میکنیم یا بگیم که دینداران را از دولت جدا میکنیم، بلکه یک نظامی است که با همه ارزش‌های اسلامی، با همه قانون‌های اسلامی، با همه ظاهر اسلامی در همه جا مبارزه میبرد و پیش روی آن را میگیرد و عیناً همین چیز در تاجیکستان عملی میشود. امروز حکومت تاجیکستان زیر مفهوم دنیویت نه اینکه دیندارا را از حکومت و از امور حکمرانی دور کردگی است، بلکه با همه ارزش‌های اسلامی، با همه ظاهرات اسلامی مبارزه میبرد. ریش را منع میکند، حجاب را منع میکند، مردم را از حج روی باز می‌دارد، کودکان را
تا 18 ساله به مسجد رفتن نمیموند. این البته یک نظام بدتر است از نگاه سیاسی هم، از نگاه اجتماعی و اخلاقی هم. این است مشکلات حکومت جمهوری تاجیکستان. و با این طرز اگر حکومت تاجیکستان هر قدر پیش رود عملی کند، هیچگاه مردم تاجیک را، مردم تاجیکستان را به خوشبختی نخواهد رساند. تشکر زیاد. حالا از همون اسماعیل سامانی نام بردید. خودی پدری اسماعیل سامانی، اسد ابن سامان خودت 4 فرزندش رو، یعنی حالا میگن تخت و تاز عرب های و اصطلاح و عرب و اینها میگن، یک کمتر همین از موضوع دور نرویم، به موضوع نزدیکتر شویم. به همه 4 فرزندی که حق داده می شود که یعنی آنها صاحب زمین و صاحب ملک و صاحب یعنی چیهای خود باشند. یعنی 4 فرزندی اسد ابن سامان با نام 4 پیغمبری آسمانی بود. مثلا گریم اگر خطا نکنم نوح ابن اسد ابن سامان، احمد ابن اسد ابن سامان، یعقوب و الیاس. و اینها ببینید که همه‌شان به نام 4 پیامبر آسمانی هستند. یعنی وقتی که ما از تاجیکیت خود مثلا گریم افتخار میکنیم، اونها خود رو از دین مبین اسلام همون در همون زمان دولت داری از دین مبین اسلام خودشون رو جدا نمیدونستند، دور نمیدونستند. و همین بود که همین چیز بود که ما در همون زمان یک سترکتوری دولت داری رو به میان آورده توانستیم. بله. یعنی تاجیکان در همون زمان، در همون وقت دولت داری کردن و میگویند که تو به همین زمان در مدت 1000 سال تاجیکان دولت داری نداشتند و همین امام علی رحمان آمد و یعنی دولت داری رو به تاجیکان برگردان. اصلا این طور نیست. هرچند اصلا این طور نیست. اگر گوییم که همون زمان اسماعیل سامانی برای دولت داری تاجیکان مثلا گریم یک نمونه بهترین بود، همون نمونه بهترین در همین حالت به میان آمد که او تمامی مقدسات و تمامی داشته های فرهنگی تاجیکان را به هم آوردنی، با هماهنگ کردن، به هم آوردنی مقدسات و فرموده های دینی مبین اسلام یک دولت پرقدرتی سامانیان را بنیادگذاری کرد. و حالا ما از او افتخار میکنیم که چنین ما در تاریخ دولت داری داشتیم، یک دولتی در همون زمان صاحب تمدن داشتیم. اما این زمان میبیاییم همون سترکتور رو رد میکنیم، همون هماهنگی و به هم بیایی، هم فرهنگ تاجیکی و هم دین مبین اسلام رو نادیده میگیریم، دستاوردهایش رو نادیده میگیریم. دستاوردهایش بزرگترین عالمان زمان، بزرگترین شاعران، نویسندگان، تاریخ نگاران، مهندسان، یعنی متماتیک ها، فیزیک ها، ستاره شناسان را به میان آورد که دستاوردی فرهنگی، دستاوردی علمی معرفتی که در دوره سامانیان به میان آمد تا حال حاضر ما تا به همون حد نداریم. بله. چون یک هماهنگی دین دنیا به میان آمده بود. اما امروز ما دنیویت رو کپی میکنیم و میخواهیم چی خیلی دنیویت در غرب غلبه کرده است همون خیلی در تاجیکستان هم غلبه کند. حال حاضر
همین پروسس، همین روان در تاجیکستان رفته ایستاده است. اینها میخوان همون پروسسی که دنیویت در غرب غلبه کرده بود، در تاجیکستان هم همین پروسس، انا همین خیل رواندی غلبه کردن دنیویت بر دین همین خیل باشد. اما حالا نظر شما رو در همین باره دانستن میخواهم. به نظر من این است که در تاجیکستان اگر ما به همین طور خیلی که دنیویت در غرب غلبه کرد، انا همین خیلی دنیویت در تاجیکستان هم، در آسیای مرکزی، در کشورهای اسلامی هم غلبه میکند، گوییم ما به ضدیت‌های جدی دچار میشویم و این ضدیت‌های جدی روندی به یک کشور متمدن تبدیل یافتن تاجیکستان و کشورهای آسیای میانه را به دور می افکند و شاید چندین عملهایی که دین دنیا را بر ضد هم قرار میدهد به میان بیاید و ما را به جای پیش رفتن به عقب پرتاید. برای همین خود را در بر ضد دین قرار دادن و پست کردن دین را، پست کردن نقش دین در جامعه را روندی پیش رفتن جامعه دنیوی دانستن به نظر من نه آنقدر درست است. همینجا من شما رو همچون دومولا میخوام بفهمم که نظر شما رو در همین باره فکر شما چی است؟ چی باید کرد؟ در تاجیکستان حکومت، یعنی عموما کسانی که میخواند همون جامعه تاجیکستان را بسازند چی باید کنند؟ ببینید برادر شوکت جان، همین کشورهای غربی که مدت سالها به دنیویت برگشته بودن، فعلا یک قسمش یا در سطح حکومت هم که نباشد، در مردم اهل فکرانش یا مردم اهل زیاش الکی به خلاصه رسیده استند که اینها باید از دنیویت بر بگردن به همون دین مسیحی خودشون، همون جایگاه مسیحیت رو که پره از دولتداری، از جامعه دور کرده بودن و امروز میخواهند که به یک واسطه به آن بر بگردن. زیرا این دنیویت یا دور کردن دین از جامعه های خودشان سبب آن شد که به بند و پاری در مسائل اجتماعیات و اخلاقیات. یا امروز شما جامعه های غرب رو نگاه کنین، بر زمین اونقدر آزادی، بر زمین اونقدر رفاه، مردم چقدر به خودکشی، مردم چقدر به تبدیل جنس، مردم چقدر به کارهای ضد اخلاقی دست میزنن و این آستا آستا یعنی به یک فلاکت این جامعه ها را گرفتار کردگی است که امروز بعضی از اهل مفکرین این کشورها به خلاصه رسیده هستند که یگانه راه حل برای نجات جامعه غربی و دورشوی یا برهم خوردن فرهنگ غربی یا ملت و اینها برگشت به همون مسیحیت به دینشون است. اما قبل از اون که جامعه تاجیکستان رو بیان کنم، کشورهای غربی همون طوری که ذکر کردم در زیر تسلط کلیسا بودن و کلیسا هیچگاه برای اینا اجازتی تفکر، استفاده از عقل و دانش را نمیداد. اما این چیز در دین اسلام وجود ندارد. جامعه تاجیکستان که همه مردم مسلمان است، انا اصل دین اسلام یا آغاز دین اسلام با واسطه دانش است. اقرأ بسم ربک الذی خلق. یعنی دین اسلام هیچگاه پیروان خودش را، انسان را از خواندن، از استفاده عقل منع نمیکند، پیش روی آن را نمیگیرد. برعکس هر قدر کوشش میکند که تبلیغ کند که انسان از نگاه دانش خودش را چکار کند؟ بسازد. و همین مشکلات کشورهای غربی همین شد که اول آمدن عقلگرا شدن، گفتن ما عقل را اولویت قرار میدیم، هر چیزی که عقل بخواهد به آن انجام میدیم. اما دیدن که این راه حل نیست. زیرا یک ایده آدما میستن میگن عقل ما میگوید که باید همین کار را انجام بدیم، یک قسم دیگر میگوید که نه، عقل ما میگوید که این چیز درست نیست. آستا به این دوچار شدن، به عقل گرایی و دیگر. بعد آمدن دموکراتیا، بعد آمدن لیبرالیسم. خوب همه اینا رو جا کردن برای خودشون یک جامعه
همون دنیوی دیگر را ساختن که فعلا هم با مشکلات ها گرفتار می شود. اما جامعه های اسلامی ما و شما، مسلمانی ما و شما این مشکلات را ندارد. دین اسلام در اصل خودش عقل، دانش، همه چی را دارد. اگر ما واقعا بخواهیم که به مردم خودمان، به جامعه تاجیکستان خدمت کنیم، بدون استفاده، بدون جای کردن دین و دینداران در امور دولتداری راه حل نداریم. حالا ببینید مثلا گریم در دینی نصرانی یا در دینی یهودی اینها مثلا گریم یک پیشوا نماینده خدا در روی زمین حساب میشه. نماینده خدا باید گپی او را گوش کنی. سویتای اتیت میگوین، یعنی شخصی که شخص مقدس است، باید گپی او را گوش کنی. یا مثلا گریم در عقیده اهل تشیع مثال گریم مسلمانان همون چیها هم رهبراشان هم از یعنی نماینده خدا حساب میشن، یعنی قدسیت دارن و فکری اندیشه آنها گویا فکری اندیشه خدا حساب میشود. باید قبول کرد حرف آنها رو. لیکن در اهل سنت و الجماعت که اکثریت اهالی تاجیکستان رو اهل سنت و الجماعت تشکیل میکنن، این چیز وجود ندارد. یعنی شخصی پیشوای دین یا که رهبر دین یا که امام خطیب یا که امام یا که مفتی نماینده خدا نیست. نماینده خدا نیست، بلکه یکی از همون نفرهایی است که تنها به علمش، به تقوایش، به دینداریش توجه می شود. به او هیچ وقت بهای نماینده خدا یا اینکه شخصی که باید گپش 100% درست شمرده شود مراجعه نمی شود. چون اگر همون سخنی که در اولین خطبهشون بعد از خلیفه شدنشون حضرت عمر گفته بودند که اگر من خطا کنم کی مرا اصلاح میکند، یک نفر گفت که تو خطا کنی تو رو شمشیر اصلاح میکند. مگر به نماینده خدا همین خیل گفته میشود؟ البته که به نماینده خدا این خیل گپ زده نمیشود. لیکن او گفت از این میبراید که در اسلام، در عقیده اهل سنت و الجماعت، در جامعه تاجیکستان یعنی سازش با جامعه دنیوی وجود دارد. بله بله. به طور اتوماتیکی وجود دارد، یگان ناسازشی وجود ندارد. انا برای همین هم در تاجیکستان خرد کردن دین یعنی خرد کردن دین خرد کردن دنیوی است. انمون اساسی تفکر اسلامی طبق عقیده اهل سنت و الجماعت این عقیده دنیوی است. عقیده دنیوی از مفهوم آن که نباید در حکومت حتما باید روحانیان باشد یا نباید نه میتواند روحانی هم باشد، فقط تنها این است که به یگان دین برتریت داده نمیشد. یعنی یگان دین برتریت ندارد در نزد اون همه دین ها برابرند. اون ببینید در همین شب روزها مثلا گفتم در تاجیکستان یک کمی زردشتیت بالا رفته ایستاده است. این مضمون اون رو دارد که جامعه دنیوی میخواد همین طور دین ها رو بالانس دهد. حالا نفرانی که با این سر کار دارن خیلی خرسند هستند که به دین اجدادی، به دین اولادی، به دین اوریایی شانس داده شده است، در اینجا صداشون بلند برآمده ایستاده است و حالا میخوان چکنن. لیکن در جامعه دنیوی نه اجدادی وجود دارد در دنیویت، نه اوریایی وجود دارد، نه خودی وجود دارد. خودی بیگونه وجود ندارد. اینها همه یک لازم هایی به خود جلب کردن، یعنی حکومت میخواهد با این به خود هم یک تیری دونشان کند، به نظر من هم به جانب خودش مردم رو جلب کند. این یک که گویا یعنی دین اوریایی رو زندگی کرده ایستاده است، رسم رسومی اوریایی، رسم رسومی اجدادی رو گویا زندگی کرده ایستاده است. از جانب دیگر نشان دیگرش همین که ضد یک دینی یعنی عقیده و اندیشه اکثریت اهالی کشور این رو گذاشتگی است. یعنی میخواد هر دوش رو بالانس کند، اون رو سهمش رو در جامعه تاجیکستان پایین فرارد، اینش رو کمتر بلند براره تا اینکه سهم هر دوش رو برابر کند.
چون تو اینکه در هر دو هیچ قدسیت وجود نداشته باشد، هیچ برتریت وجود نداشته باشد. اساسی مقصد اساسی جامعه دنیوی همین است. اما بیخبر از اونان که این گفته شدن به تشکر به جناب عالی که به دین اجدادی ما به فرهنگ اجدادی ما رو آورده است. در جامعه دنیوی این خیلی گپ وجود ندارد. اصلا برای حکومت تاجیکستان یا برای جناب رحمانوف دین هیچ ارزشی ندارد. بله. چه اسلام باشد، چه زردشتیت یا چیز دیگر. اینه که کمی برای اونها راه میکشاید یا اونها را باز میگذارد، به خاطر به طرز خودشان که ما یک کار کنیم پیش راهی مسلمان ها یا که اکثر که مسلمان است پیش راه اونها را تنگ کنند. و الا اگر ما از نگاه نظام دنیویت هم که بگیریم و همون دموکراتی که پیش از دنیویت است، نظام حکمرانی است، حق بر دست اکثریت است و تاجیکستان ما اکثریت سنی و مسلمان هستند و این از همین خود نظام دموکراتی هم هیچ امکانی ندارد که یک اقلیتی که از شاید 1,000,000 هم نباشد بیاید در سطح این اکثریت خودش را برابر کند و حتی بالاتر از آن. اگر شما واقعه اخیر تاجیکستان را دیده باشید، اقلیتی که شاید 30-40 نفر باشند توهین و ناسزاگویی را به اکثریت میکنند که هیچ امکان ندارد و این حکومت تاجیکستان آنها را چیکار میکند؟ پشتیبانی میکند و حفظ میکند. اما اگر از نگاه خود همین نظام دنیویت بگیریم باید پیش راه آنها گرفته شود و به قدر امکانات خودشان حرف بزنند و به همین خاطر این البته نظر شخصی من است که در جامعه های اسلامی ما و شما اصلا همین که ما دعوای نظام دنیویت بکنیم اصلا من همین را غیر قابل قبول میدونم، زیرا دعوای نظام دنیویت در حالت کرده می شود که حکومت یا همون دولت از جانب دینداران یا از جانب روحانیان تصرف شده باشد. مثال با عرض احترام به برادران ایرانی، اگر یک ایرانی بیاید بگوید که من در ایران میخواهم دولتی دنیویت به وجود بیاید، حق دارد، زیرا در ایران امور دولت از پایان تا بالاترین درجه از طرف روحانیان اداره می شود و همه اون قاضیش، اجراییه، خب همه سیستم دولت از طرف روحانیان و کشورهای غربی هم که بر ضد کلیسا برخواستند همین بود که همه امور دولت در زیر تصرف کلیسا و پاپا بود. اما در کشورهای ما و شما اگر ما تاریخ رو ببینیم هیچگاه دولت در زیر دولت دینی نبود، بله ارزش‌های اسلامی اساس قرار داشت. اما خود اسماعیل سامانی یک آدم مسلمان بود اما دولت را همچون یک روحانی همچون دینی پیش نمی بود و همین گونه تاریخ اکثر دولت‌های اسلامی را ما ببینیم از خلافت امویه، عباسیه، عثمانیه، سلجوقیه یا هر کسی که ببینی دولت سیستم دینی نداشت، اسلامی بود. اسلامی هم به این معنا که ارزش‌های اسلامی حفظ میشد و در اونجا روحانیان مشورت میدادن و نظارت میکردن که این حکم و قاعده هایی که از طرف امیر، خلیفه، سلطان، پادشاه جاری میشود با ارزش‌های اسلامی مخالفت نکند و به همین خاطر از نظر من هیچ احتیاجی نداریم. این به اساس است. بله، دعوای دنیویت در ما به اساس. امام ابو حنیفه پیشنهاد قاضی شدن رو قبول نکردن، زندان شدن. بله. مثلا گریم اگر همون خلیفه که به امام ابو حنیفه پیشنهاد قاضی شدن رو کرده بود اگر نماینده خدا می بود، مثلا گریم مثل نصرانیت و مثل اینها، مثلا ابو حنیفه طبق قانون اسلام مثلا حق داشت که یعنی نماینده خدا را سخنش رو رد کند. بله، اصلا امکان نداشت. اصلا امکان نداشت. بله. رد کرد. یعنی حق رد کردن رو هم داشت. به بهانه او امام ابو حنیفه مثلا گریم با جرم رد کردن قاضیگی اصلا پشت پنجره زندان نشد و با بهانه های دیگر که مثلا اگر رد میکرد و زندان میشد شاید به خلیفه گپ میرسید و
به ظلم مشهور میشد. هر بهونه یافت مثل امام علی رحمان برد پشت پنجره زندانش کرد. حالا حاضرم بعضی پیشنهادها را امام علی رحمان میکند، اگر قبول نکردی بعد پشت پنجره زندان میکند. این یک طرف مسئله. طرف دیگری مسئله همین است که چندین نفرانی که در بالانس دادنی یعنی دین باوری اعتقاد در تاجیکستان خدمت کردگی هستند به این دنیوی خواهان، به این سکولارها، پشت پنجره زندان شده هستند. مثلا گریم که نقشی سهمی ایشون نوریدین در همون تقریبا 15 سال پیش تا 15 سال پیش مثلا گریم چقدر بزرگ بود برای یعنی اعتقادی مردم مسلمان یا که حاجی میرزا بر ضد هر دو این چی ها را آوردن، سلفی ها را آوردن در تاجیکستان. و سلفی ها شبکه یکم تلویزیون تاجیکستان میدان داد، اودیتوری داد. از شبکه یکم تلویزیون تاجیکستان شما تصور کنید که تکفیری سلفی برآمد کنند. برآمد کردن. ایشون نوریدین رو مثلا گریم تحقیر کردن و گویا که چند عقیده های ایشون نوریدین خطا باشد، نادرست باشد. بعد از اون که به مقصد رسیدن، تا اون که به مقصد رسیدن ایشون نوریدین رو پست کنن، پایین بیارن، مسجدش رو ببندن، یک مسجد جامع بسته شود، فقط یک مسجد کلان بزرگی مثال گریم 20,000 آدم بردگی مسجد 5 وقت نماز شود به طور مثال. بعد از اون همون هایی که بر ضد ایشون نوریدین بودن چیکار شدن؟ قهرمان تاجیکستان با آنها مدال داده شد. نه، پشت پنجره زندان، پشت پنجره زندان شدن چون که رسالتشون به آخر رسید. و این هایی که حالا زردوش کت داد میزنن، همین که رسالتشون به آخر رسید جایشون همون جایی که محمدی بود چی بود؟ بله همون سلفی تکفیری همونجا میشه. چرا؟ برای اینکه او همون وقت همه تحقیر رو میکرد، یعنی اهل سنت و جماعت رو صوفی میگفت، ضد مذهب گام میزد، او یک بی مذهب بود مثلا گریم گام میزد، به او اجازت بود. حالا امروز مثلا گریم زردشتی های ما همه تحقیر رو کرده شدن در شبکه های اجتماعی بر علیه 97% اهالی کشور، همه تحقیر رو کرده شدن. گویا اینها در اسلام با اصلاحات می آوردن، خودشان می آوردن رسالت تا همون وقتی که اجرا شد تا همون وقت باقی هستید. بعد از وی همه این کردار شما، تحقیرهای شما علیه مردم همش دیله شده است، میبیارن، یعنی اندوختن کینه و عداوت بین مردم، میروید پشت پنجره زندان. ادا با همه رسالت خودتون هم به آخر میرسه، رسالت پیشروی دینتون هم. برای همین امروز من چی گفتنی هستم در تاجیکستان، برای چی حالا دوملو، برای چی جامعه دنیوی رو مثال آوردم؟ همین آخرین سوالی من به شما است. جامعه دنیوی رو مثال آوردم برای اون که ما عینی حال به نظر من یک همزیستی رو تجربه باید کنیم. یعنی نه با پست کردن همدیگر، نه با یک دیگر تحقیری همدیگر، یعنی اهل تاجیکستان، بلکه در تاجیکستان باید علم، معرفت، خیرات غلبه کند، بدون تحقیر، بدون بهتان، بدون به یک دیگر سنگ زدن. مثلا گریم تو مسلمانی بیا با علم، با معرفت، با تمامی همین دلیل های بودگیت برا گپ زن، مقاله ها نشر کن، برنامه ها ترتیب ده. اون مثل سالهای مثال گیم 10-12 سال پیش فقط همه نگرانی تلویزیون تاجیکستان نیستن. یوتیوب وجود دارد، تلگرام وجود دارد، اینستاگرام وجود دارد، تیک توک وجود دارد. مرحمت توسط همه شبکه‌های اجتماعی علما برآمد کردن رو سر کن و به جامعه آینده تاجیکستان خود رو آماده کن. اما امروز ما در تاجیکستان یعنی همین روند رو با تحقیر یکدیگر و با نیت خرد کردن همدیگر، با نیت بد نشان دادن همدیگر پیش برده شدیم. نظر شما در این باره چیست؟ یعنی در آینده ما نماینده همه ادیان در تاجیکستان، نماینده مذاهب در تاجیکستان چگونه همزیستی باید داشته باشیم؟
ببینید برادر شوکت جان، اولا شما از زردشتی ها مثال آوردید. البته این فکری من است. اکثر کسایی که یا هم چند نفرش که دعوای زردشتی میکند، من اونها رو همچون زردشتی هم قبول ندارم. از نظر من اونها بدین هستند و در جامعه وقتی که جایگاه نیافتند و برای اونها جایگاه داده نشد و از همه جا رانده شدن، مجبور شدن که زیر پرده زردشتیت خودشان رو به جامعه پیشنهاد کنند و همون طوری که شما گفتید اونها یک دم مورد استفاده قرار میگیرند و اونها نیست کرده می شود. اما ما چگونه میتوانیم دیگر ادیان یا دیگر فرقهایی که در تاجیکستان است همه با همزیستی یک جا در تاجیکستان عزیزمان زندگی کنیم؟ این همه همزیستی و با دیگر دین ها و اینها را دین مبین اسلام انجام داده است. اگر ما یک نظامی برای تاجیکستان، یک نظام سیاسی را آماده کنیم که همه را فرا بگیرد، در اونجا حقوق هیچ کس پایمال نشود و در ضمن آن برای مردم مسلمان حق کامل، حق اکثریت داده شود و دانسته باشیم که مردم وقتی که از اسلام خودش آگاه شود هیچگاه نادیگر فهمی ها در جامعه تاجیکستان با وجود نمی آید. به طور مثال اسماعیلی ها در بدخشان تاجیکستان و از بدخشان این طرف همه سنی، مدت 100 ساله هاش که در اونجا همزیستی، یکدیگر فهمی، همه زندگی میکنند. من راستی نمیدونم که در تاریخ نخوندم که یک بار بین اسماعیلی هایی که ما در بدخشان داریم یا که بین سنی هایی که در منطقه این طرف داریم نادیگر فهمی، کشمکشی ها، جنگ و جدال با وجود آمده باشد. زیرا همین که مردم از دین خودشان آگاه باشند، از اسلام خودشان آگاه باشند، هیچگاه به این کارها دست نمیزنند و خطری دور کردن دین از جامعه تاجیکستان همین است که به همه مشکلات ها مردم رو میارد. و اگر مردم دین خودش را نداند، یعنی به همین چند نام مسلمان شده باشد، البته دیگر دین را دید حتما به کاری بد دست میزند، زیرا دانش کامل ندارد، زیرا این حکومت است که آنها را از تعلیمات اسلامی محروم کرده است. اما غیر از این من میخواهم به یک نقطه دیگر اشاره کنم که شما در اول هم گفتین که ما چی احتیاج یا که جامعه تاجیکستان چی احتیاج به دین دارد. یک بار بیاد ببینیم برادر شوکت جان، در مدتی خب تا جنگ و تا صلح یا فکر کنیم از سال 2010 این طرف که حکومت تاجیکستان یک مبارزه سخت را زیر دین اسلام، زیر ارزش‌های اسلام راه اندازی کرد، جامعه تاجیکستان به چه مشکلات ها گرفتار شد. از نگاه اخلاقی فقط در یک مقاله که آزادی نشر کرده بود تصور کنید که در مدت 3 ماه یا 4 ماه بیش از 3-4 هزار طلاق فقط در تاجیکستان رخ دادگی است. اگر این 3.5 هزار اگر حسابش کنیم تصور کنید که در مدت 1 سال 14 هزار طلاق. چقدر پسرای هستند که پدرای خودشان را نااحترامی میکنند. دزدی در تاجیکستان ما و شما به چه سطح رسیدگی است؟ غارت به چه سطح رسیدگی است؟ پایمال شوی اخلاق به چه سطح رسیدگی است؟ فسق و فجور و شرابخوری و زنا و اینا به چه قدر رسیدگی است؟ و همه اینها نتیجه چی است؟ نتیجه مبارزه بر ضد دین است. باور که اگر جامعه ما و شما به دین برگردد، حکومت هم عقلش را استفاده برد و دین اسلام را آزاد بگذارد، همکاری کند با اهل علما، با فقیهان، با اینها، باور کنید جامعه تاجیکستان گلگون میشود. همین یک آیت و چند حدیث، من اگر اینجا مثال بیارم وقت باشد، ببینید الله متعال میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ای کسانی که ایمان آوردید، اگر یک آدمی فاسق بعد برای شما یک خبر نادرست رو بیارد، پیش از اونه که یک عمل انجام بدهید تحقیق بدهید تا نشود که شما با کار خطای دست بزنید. همین یک آیت فکر کنید که چقدر مشکلات جامعه ما و شما رو حل میکند، چقدر نادیگر فهمی ها رو حل میکند. اگر حلی مسئله میخواهیم، اگر واقعا میخواهیم که جامعه تاجیکستان مسالمت آمیز باشد و این کشمکشی ها نباشد، یک دیگر فهمی ها باشد، رو بگردانیم
به اسلام خودمان. اگر دولت دنیوی میسازه یا دولت دنیوی که امروز رحمانوف دارد، پس به طرز درست آن را استفاده برد. همون دنیویت رو همون گونه که کشورهای غربی فهمیدند و قبول کردند، لااقل که خیلی جامعه های اسلامی اینش را هم قبول ندارند، از جمله من هم، لااقل به قدری همین ها استفاده برد، از دنیویت، نظام دنیویت استفاده برد و مردم مسلمان را آزاد بگذارد. مردم مسلمان آزاد شد، از دینش آگاه شد، از تعلیمات دینش آگاه شد. ما در تاریخمان نداریم که بین مسلمان ها دیگر دین ها جنگ و جدال شده باشد، مگر همین که دست خارجی آمد یا مثل رحمانوف حکمرانای آمد که اینها را محدود کرد، پیش راهشان رو گرفت، بعد به کشمکشی ها دچار شد. سلامت باشید برادر عزیز گرامی. همین جا سوال های من به شما به پایان رسید. هرچند چندین سوال های دارم، میخواهم خیلی صحبت کنیم، اما متاسفانه باز حالا یک گفتی همون اروپایی ها یک ترمینی دیگر داریم که وارد آن باید شویم. به شما تشکر عرض میکنم برادر گرامی، زنده و سلامت باشید و امیدوارم که همین گونه صحبت ها را در ادامه خواهیم داشت. انشالله. تشکر زیاد برای شوکت جان. انشالله که هر جایی که باشم و در خدمت هستیم. سلامت باشید برادر عزیز. تماشابینان عزیز، همین بود صحبت ما. چنانه که عرض کردن برادر عزیز گرامی، خیلی این چیزها را باید ما چقدر آموزیم و در تاجیکستان باید ما یک سیستم دولتداری، یک فرمت دولتداری اونیکالی باید داشته باشیم. نه ما به غرب خود را تقلید کنیم، نه به شرق نه به جای دیگر. در تاجیکستان ما باید یک سیستم و فرمت دولتداری مستقل اونیکالی داشته باشیم. ببینید در همین اروپا، حالا در ما دین هراسی است، در اروپا شاید دین هراسی باشد، اما از اسلام هراسی خیلی کم است. در همین اطراف خانه که منزلی که من زندگی میکنم، تقریبا در 500 متری 3-4 مسجد وجود دارد، اما کلیسا رو نمیبینیم. یگان مرکزی مثال گریم ادیان دیگر رو در همین اطراف هست است، لیکن دور. در همین اطراف نزدیکی خانه من 3-4 مسجد است. این چی مضمون دارد؟ این مضمون رو دارد که دیگه در جامعه دنیوی یا در جامعه اروپا از اسلام هراسی نیست. هرچند کوشش میکنن که همین را در یک توازن نگاه دارن، اما باور به مسلمانان، از اونی که در تلویزیون ها میشنوید اینجا تروریست بوده است، اینجا تروریست رو بازداشت کردن، این رو مسلمانی تندرو رو بازداشت کردن، از اونی که در تلویزیون ها میشنوید و از اون که در خبرها در نشریه ها میشنوید، در خود عمل، در خود حیات روزمره اروپا از اسلام هراسی وجود ندارد. کوچه میبروی گویا در یک کشور مسلمانی گویا که در شهر استانبولی ترکیه گشتگی باشید، در وین مثلا گریم، در کشورهای شهرهای آلمان فرض کردیم، در اکثریت شهرهای اروپا. چرا؟ چون که اسلام هراسی چون که در همون رسانه ها میشنوید و در رسانه ها میخونید و در شبکه های اجتماعی میبینید، این گونه اسلام هراسی وجود ندارد. برای چی این گونه اسلام هراسی وجود ندارد؟ برای اینکه وقتی که نظر کرده می شود به اصل اعتقاد مسلمانان هیچ مشکلی به دولت دنیوی به پیشرفت ندارند و هیچ ممانعت به پیشرفت و به دولت دنیوی ندارند. در اکثریت کشورهای اروپایی در پیشرفت کشورهای اروپایی مسلمانان سهم دارند. این بر علا دیده می شود. مثلا گریم یک غیر مسلمان، اونی که پایبند به دین نیست، به اعتقاد نیست، هر یک ساعت پریکور میگوید، هر 1-2 ساعت مثلا گریم نفس کشی میگوید و چند چیزهای دیگر دارد. چند مثلا گریم گفتی روزها وریدنی پریویچکی دارد. در مسلمان این خیلی وریدنی پریویچکی نیست. او مثلا گریم 3 روز کار کرده، 4 روز ز پخمیل نمی رود، ز پای نمی رود مسلمان.
مثلا پریکور گفته هر یک ساعت برآمده سیگار کشی و مثلا گریم به این خیل احمقی راه نمیتید، به کورپارتوی راه نمیتید و از این حالت مسلمان خیلی به حیات جمعیتی خیلی فایده آور است. حالا ببینید در تاجیکستان میگن که در یک روز 5 وقت نماز خونی کار را که میکند. این با این تصور مردم رو گران کردن، لیکن در کشورهای اروپا در یک روز مثلا گریم هر یک پریکور یک نفر در یک روز اگر یک پشکه سیگارت کشد 20 بار پریکور میکند. 20 بار پریکورش 5 منوت 5 دقیقه وقت صرف شود چقدر میشود؟ 100 دقیقه، 1.5 ساعت. 5 وقت نماز اگر 10 حتی 5 دقیقه وقت گیرد 25 دقیقه، نیم ساعت نمیشود. ببینید برادران عزیز، برای همین هم از خداوند کریم منان دعا میکنیم که عقل و خرد در جامعه ما غلبه کند، سربلند و سرفراز باشید. به امید پیشرفت کشورمان، به امید همدیگر فهمی، به امید با یک همزیستی تمام پیش بردن تاجیکستان، یک شما را به الله پاک میسپارم. در